بار از مادرم پرسیدم: مادر، سیاهی مویت کجا شد؟ گفت به شبها دادم. مادر، حسنی نکویت کو؟ گفت به دنیا دادم. گفتم مادر، خسته شدی؟ جوابم داد هرگز. شبها به من صبح جاویدان دنیای امیدم داد که آن فرزندی من است. پس قرض ما را نزد مادر کجا اتمام بوده؟ از او عمر قرض داریم، قرضدار روزهای نک، زندگی خوب، قرضدار کلید بخت که برای ما گم کرده است، قرضدار محبت و امید. بهشتی جاویدان خواهی، بیرو خدمت به مادر کن. ثواب دو جهان خواهی، بیرو خدمت به مادر کن. اگر شاه یا گدا باشی، فقیر و بینوا باشی، و اگر مرد خدا باشی، بیرو خدمت به مادر کن.